سلام دوست عزیز، خدا کنه خوب و جور و صحتمند باشین. خوش آمدین در اولین برنامه از ما. امروز میخوایم اولین برنامه خوب با طاهره نایاب ضبط کنم و خدا کنه که تا آخر برنامه را همراهی کنین. تشکر و لطفاً عزیزای دل حمایت یاد چیم نره. سلام آقای جان، خوبی؟ سلام خاطر آقای جان، خوبی جان؟ جور بخیر. شکر سر خوبی جان، جور بخیر. خانواده خوبه؟ خود خوبی؟ تشکر سلامت باشیم. طبیعت سیاحتی و خانه تمام خوب هستی؟ کلگی جو سیاره چطوری؟ شکر مو مزایش خوبی. چه خبر هرات؟ ایش بگم فراری علی انتی کارانی مثل کارایی دیگه ما همه چی کارانم دیگه فعلا همی یوتیوب رو پیش میریم دیگه. کار خاصی خب تهران ما میخوایم این ویدیو را ایمیل دست زنگ کنم ویدیو نزد نکن آها این ویدیو منظور میخوایم به بازی عنوان کنم؟ اولین ویدیو نی کانال را بیار کنم خاطر که خودت خبر داره دیگه که دیدن کانال خراب شد نه دیگه هم خراب شد اینا یک کانال دیگه جور کردم میخوایم این رو به عنوان اولین ویدیو در کانال کو بیلم نه تو این سلام بگیم خواستی برات خواستی شما یک سلام به دوستا بدین. میدنی؟ آره دیگه خوبش ما یک سلام به دوستا بدین. دوستان سلام، خدا کنه که جور صحتمند باشید در هر جایی که هستید. ما را فعلا از این کانال خاطر آقیمه بینده که در نام چیز بود کانال تو با با خاطره بود نه؟ آره کانال خاطر آقیمه در نام با خاطره یا دیگه خدا کنه که همیشه جور صحتمند باشید دوستا. دیگه بس دوستا که در جریان بودید کانال خاطر آقیمه ما کم پرید که سر مشکلات ها بودش پیش ما دیگه بازم شکست نخورده میرفتم دیگه انشالله که شما دوباره حمایت کنید مثل قبلی شدید دیگه دوستا بازم بلده خاطره میدونم گبره آره خود که دامه میدی تشکر سلامت باشی آره دیگه نمیتونم چی بود از خاطر بعض مشکلات ها کانال پرید یا ولی نیه دومی که همیتون شد بده خب هرچی باشه یک تجربه رو بدیدم واقعا ما مثلا چیزهای سرو با وجود چی مشکل با وجود او اینا دیگه خودم فهمیدم که چی کار باید نکنم که یه خراب نکنه مثلا خدا کنه که دیگه یه را تا آخر را پیش ببرم آره نه خوب بیدی دوباره اکثریت هسته که مثلا یک دفعه کانال چی پرید باز دیگه بخی انگیزه خزیست میدیه دیگه نمیتونه دوباره دیگه دوباره شروع کنه بود بود کجا باید باشه دیگه خوب که به خاطر آقای دیگه اکثریت هست که مثلا یک دفعه که در مشکل سر خورد باز دیگه نمیتونه که دوام بده چون دیگه انگیزه خرج میدیه بازم دیگه انشالله که دوستا دوباره تو حمایت کنه میرم مونیتایز بارد بیدی مونیتایز خوبره کنی دیگه مشترک خوبره کنی انشالله با حمایت دوستا داشتر نکنه همیشه حمایت کنه بازم انشالله که حمایت کنه آره جان تشکر یعنی مثلا گفاش دیگه ما خودمون خیلی دیگه کنستم نه اولین شکست بین ما زیاد داشتیم که کامون بوده که نه او رو بالاتر او بود از لحاظ صافی هم از لحاظ مشکل میشه او بال بود ولی او که ما زیاد جگر خون نشدیم که ای دیگه شدید میشه فرید مشکل است بنگشت بودن نه بخی روز بخی سردر بودم سرم درد میکرد همه فکر دادم بود دیگه مثل از دیگه و از چیز نرفتی چیز ساختن نه آره نه خواهم خواه کنجگر میشدن دیگه خب بازم انشالله که دوستا بیشتر دیگه غم نداره دوستا حمایت دونه دیگه ایرم بازی دوستا بگی که مثلا که در مشکل سرخوردی بعضی هست که تازه میخوای کانال جور کنه بعضی انجام یک معلومات بشونه و چی مشکلی سرخوردی مثلا دماغند کپرایت گرفت یا نه با مشکلای دیگه داشتی چیز رقم آره اولیش که خاطر موضوع بیشتر کپرایت بردم از بار آهنگ شد ما دولیش دستش نبود نه رقم آهنگ بگیر نماد نیستیم در بلی ویدیو های خود
بعد از اون آها. یعنی دومی که اما تو چه شد دیگه بعد مشکلات ها پیش آمد کپی فری خورد کپی رایت خورد دیگه خراب شد ولی رفته بابا خدا کی تو برای خاطر از ویدیوهای کلان ویدیوهای ریزا. او اولیشی از ویدیوهای خورد بود باش میچیر خمسه او را باز ما از یک سوال دیدیم گفت که ویدیوی کوتاه چی نموکه کپی رایت نموکه نکنی دیگه ولی ما اون دویش کپی رایت کرده دک دو دنه چی ویدیو ریزه کپی رایت کرده که بچه ویدیوی کلانش هم کپی رایت کرده ما اور نگم کپی رایت بال کنم اور ما بسیار پاک کردم او ویدیو را بعد از او گفتار آمد گفت او پاک نشده دیگه نه کپی رایت پاک نشده و باقی مونده اونو باعث ازش که بسته کنم آها. انشالله این دفعه که موفق شیم مقصد ما هم شنیدم این را اکثریت میگه که ویدیوهای کوتاه مونیتایز بله مونیتایز حساب نمیشه مقصد کپی رایت نمیگیره. چون من خود من قبلا نمیشتم که آهنگ نمیشتم ولی چندیر میشه که چند آهنگ گشتم مقصد از من هنوز چی نمیداد که اختار فضل نداد دیگه یا نه کپی رایت نگیره. اینی تو اشتراک کن و یک دفعه اختارم داشت دیگه خراب میشه آره الان بازم احتیاط کنم دیگه. آه یا- مثل چیزا بود که او خراب شد خب به هر صورت دیگه او ایشو تیر شد رفت یعنی مثلا خیلی تجربه شده واقعا او دیگه چنین گفتم شد یعنی جو مثلا خوب توصیش نمون که کار نکنه تاثیر به پیش رو آره این چیزی ولی تجربه میشه خوبه کوشش کنی این دفعه با موافقت پیش ببری. آره با حمایت دوستا خدا کنه دوستا حمایت کنه انشالله حمایت منم اون خواهش از مو دوستان میه که خاطر آقای را دیگه حمایت کنه دیگه انشالله خاطر آقای چینل چه رشد کنه و حمایت زایدی دیگه بازم خیر ناامید نشد. آره این را کنسه یک نفر کار میتونم در پای لایف که بدم میدونم گفتم چه درصد تو که چیکار میکنه بس ما كنت غير في اقتصاد مثلا كمقطرات برضه وباقي مشكلات دیگر پیش آمد وقتی گفت خیر از سوق و مثلا از ما زیاد بالا هم نرفت نه کناریم آره سوق بود اقتصاد ما یا مثلا ام تاش پراش داد ام واشتریم تکان 500 سلسیو من تک پراش نه گفت اون موز پیش می‌خرید ما و یک و بلدیزو او چه تو تو یک دل نیانک در راست بگه ما نه ما یک دو مقصد دو روز خوب پیتر دستدم بخیش ها خواهی دیدم که کی امو چاینالیم پس خود به خود جور کرد آدم اینجا کار میشه خواه مخواه دیگه چون تمام روز را آدم دلش زخم میشه مثلا اگر بخوای ویدیو جور کنی یک ویدیو رو یک روز مکمل آدم خود بیکار منه یک روز باید ویدیو جور کنه بس تو ریتیت کنه دیگه زحمات رو تحمل کنه بازم آن مو قبل دیگه میانه اینا لدم غدا دقیقه دیگه چه شنیه از ما که خود جان تانایم هم ویدیو میگرون هم ایدیت نو هم خودم کار نو تمام چیز بر خودم دیگه ما هم دو خیلی برای ناراحت شدیم گفتم مثلا او قدر ما وقت داشتم تمام کار خودی والدم او را جور کردم نه میخوام شده که اون دو خاطر خیلی چی ناراحت شدم بازم دیگه دوستان ایش گفتی خیر وقت شده شده دیگه از شروع کن انشالله آره خواه مخواه دیگه بازم خیر خدا میروانه دوستا هسته انشالله دوستا که قبلا که حمایت کرده این نفر تو دفعه کانال جرگه محتوایش چیزه محتوایش از ما چیز نیه دیگه یعنی بعضی آموزشی یا این چیزا نیه نه از ما کارهای روزمره مثلا غذاهایی که بیشتر مردم در روزمره استفاده نه مخصوصا جاغورگی ها آره در خوب منیاره اونایی که مثلا در خارج اینجا یا ده مثلا گوی جایی که چکر من کشش کودی بگیری چون آره اونایی که از هرات خاطرات را میتونه خاطرش داده نه مثلا باز دیگه ما ازش دور دور خدا نکی به خوبی که خدا بکنیم بشه میتونی انشالله این نفر موفق باشیم و مطمئنیم
چون در تو باور دارم. تشکر آقای جان. آره با حمایت از شما و دوستا انشالله فکر میکنم. دیگه خب هرات چه خبرهای یخ گرمه؟ هرات یفته دیگه اینجا یفته میالی بعد کتاب خیلی بخاری یفته خانش قدر یفته. آی، خیلی از دیگه از ما هنوز کلا روشن. آره اینجا خبر اینجا بس یک رسم هم گرمیشون مستر گرمی بعد رفتم داره هم یخیشون مستم هم گرم مختیا داشت نداره متاجر هم انده یک سال ما میشه یک سال هم نشده از مانده نزمون. شمور تازه اینجا چیزی از منطقه؟ آره اون تازه هم تقریبا یکان 8-9 ماه میشه. آها. آره. أنا فاتت از نسبة کدوم بالليل وبهواي جوغري غدا يتكلم از کدوم جای جمهوری هستین؟ وليتو آها. وليتو كيف تلقى از لحاظ مثلا تاع سبزي وآوي خوب تلقى النوم يصير بخير بلندن آره مالستان هم متواصل خیلی جای سبزی داره. يعني كفاية عليك الكورونا تو ما اگه مسئولیت خاص ندارم دیگه هیچ کار فقط این کانال رو پیش میبرم فعلا. تو غیری کانال داری یا مسئولیت دیگر هم داری؟ نه بجز کانال دیگه مثلا نه یک چند هفته خیاطی ما رفتم حالا دیگه فقط یک دونه کوک دیستی هست هم کانال رو پیش میبرم هم مورد فاکسی را قصدی کلا نمیشه ما وقتهایی که مثلا ویدیو میگیرم ویدیو ادیت نم بعضی وقتا تا ساعتای 1 بجه 2 بجه شورم همون تا که ویدیو ادیت نم میشیم بردورم آره به خدا دیگه بخواه زحمت داره میکشه. من خودم قبل صبح اکثریت وقت است که من تا ساعتای 2 بجه را ما بیداریم. بس مخصوصا این چند سال اخیر که میشه که لایف میم دیگه کوشش نو که نه هم خوب الحمدلله باز آدم ناشکری نکشه بازم خوبه دیگه. خوبه ببینید هم مقصد بازم کوشش نو که دیرتر بشیم شاید دوستا زیادتر باید از طرف صبح من میخوام صبح وقت دنیماست که بیدار بشم دیگه بعض وقت اگر خواب کنم دیگه خواب ننم یا صبح وقت انتر قبلا که 2 ساعت 7 بجه صبح لایف میرفتم یا کس می ساعتای 8 بجه 2-3 گسبان ساعت 8 بجه لایف میم بخی آدم از خواب سردر آره نه شانس باشه لایف رفتم گفت آره ما میگفت نه که آخرین نفر هم تو خوابیدی ولی اولین نفر هم تو بالدی آدم اینقدر زحمت نکشه پای چیز تا آسانی دیگه نمید یادم تمام چیز رو باید بلدش سختی بکشه آره سختی رو تحمل کنید راحت شده. آره متاسفم خب دیگه خدا که زودتر منفعش کنی مشکلات هم زیاد خوب کنی انشالله که اسم کنال تو هرچی بس زودترین وقت انشالله که موفقیت و دست بگیری انشالله خبر خوش بلدیز ببینی دیگه ما آرزویم زی روز رو آره دیگه آره با طاهره جان تشکر که قنجقم همکاری کردی دست در نگم خواهش نما خیر زمان بخواهی زمان کم خدمت عزیز مو بر باید همیشه در خدمت انشالله که بیتون کمک کنم دیگه امروی هم همکاری کنید انشالله با کمک هم دیگر کانال رو رشد کنه مخصوصا از خود تو که تازه ای دیگه امروی رشد دستیم آره خواهش از مو مدود فرمیه که انشالله او را حمایت کنه مخصوصا خاطر هم را حمایت کنه که تازه کانال جلده باز هم قبلا همین رقم حمایت ده انگیزت ده باز همین میکنه میشه چی باز هم آره جان
بس ما تنها نمیدونم کاش که اگه کس ما در خوب نزدیک یا تو یا ظریفه. آب خدا مثلا دو نفر آدم کی باشد میتونه بهترین ویدیو ها رو جور کنه آره. دیگه به تنهایی آدم نمیتونه. من خودم دیگه می که تنها است و نمیخوام همزو خاطر من لایف را انتخاب کنم دیگه خاطر که تنها است و نمیتونم ویدیو درست کنم بس همزو خاطر دیگه فقط تمام روز لایف پیش میرم. اکشن وقت خوب بود امرای کنار زیر شد بشناسید امرای از تو که است ویدیو جور میکردی خاندیزمو میمد ما خاندیزمو مرفتم بسیار دیگه او از من بیخبر موضوع بیخبر بودم او از خود تمام روز لایف تیر نه ما بس نه ما کنار رضایی رسید چنل دوست ندارم. بیشترین وقت مثلا در لایف که میم فقط لایف تو میم لایف ظریفه مارم و مادر امید دیگه لایف فاطمه زیاد دیگه لایف ها نیست. آها ما خودم قبلا در لایف فاطمه فعلا نمیستم مثلا در لایف زهرا و مادر امید بود در لایف از اون مکان نکنم زیاد نمونم در لایف سارا و منصوره اینا ما رفتم میالی برون زیاد نه خاطر که اکثر گرفتاری آدم اگر کار خانه ایش زنه نمیشه کارخانه نه؟ زنجا خاطر یعنی بس وقتا والله ما پیش از خلاص نیا مثلا زمان مو بیکاری اونا لایف نداره بازم کوشش کنی بلدیش وقت بدی حمایت کنی هم دیگر رو می‌کنی. آره خیلی خوب. دیگه چیز دفعات خبرات قرار بیقامی طرف شوی چه خبر میگه دیگه فصل ما زمستان هم رسید بیشترین وقت خانه ایم. مثلا در بیرون زیاد نماریم چیز دیگه زیاد نمیشه کندم زیاد وقت نمیشه هم دیگه رفیق کم ندارم هم خانه ایم. آره آدم کدام دوست رفیقش داشت خانهش برا یا اون خانه بمبئی خوبه آه سب کوشش کنم رفیق نزدیک پیدا کنی آره مثلا بس میترسم مثلا هیچ کس پیش کنساش رفیق نشدم. تون در نظری مثل از من روی گرین خویی من خود من میخوام همراه کس داستانی ما خیلی نمیشه آره او رو مثلا فرق کل سال فرق داره نه؟ آره مرکز دیگه راستی هرات چیز هم بعض دوستان شاید دیگه از که مثلا در ایران و در پاکستان که خاصی دیشتش باید در افغانستان دوباره یعنی کرای خانه گیرا که آدم کنه باز چقدر پول پیش باید بیده چقدر میتونه گیرا کنه اینم با دی دوستان پیز می برنامه ثبت منی ورده با دی دوستان یک معلومات بید آره مو خود جان از مو کم دادیم مو وقتا تازه کم آدیم تازه ایرانی ها دسته کشده خیلی شلوغ بود از وقت مو دون موضوع و عینی شلوغی ماده خودگان یک مثلا خانه از مکرسه یک اتاق یک سالون یک آشپزخانه آشپزخانه رو خیلی رضای یکان یک کنیم میتر هسته باشه مو نمیره تقریبا ده سلیم لک گرفته گیره آره خیلی قیمت بود و قیمت دیگه اینا کم بهتر شده مثلا در 4 لک 5 لک هم بهتر خانه بسیار دیگه گرانه به خدا باز که به های مثلا که در کرا بشه چقدر پول پیشم داره یا نه که به کرا بشه پول پیش اون شی فرق کنه مثلا به خود نفر تعلق داره دیگه پول پیش میخواه بیدیه یا نه اگه ندیه با پیسه بالا مثلا کسایی که پول پیش میده کرایش کم تره آره پول پیش بیده بیشتر پول پیش بیده بهتر چون پول پیش می ذخیره ولی نمیخوام آه باز از کرایش هم خوب میتونه کم بیده آره اون هم مثلا ولی خیلی مردم مشکلات اقتصادی خیلی زیاد دارن مردم نه آره بخور با خدایا در نظرم در افغانستان چندان کارم نیه دیگه آره سر با کار مارد نیه یک کم وضعیت خرابه وضعیت مردم آره روی بیکاری باشدم
نمیشه. آره. تو نمایی هرا؟ ما انشالله معلوم نیست دیگه فعلا از ما قرار که اقامت رو بگیری اقامت رو جور کنی یا آرزو دارم که دفعه نزدیک دیدن کنی انشالله انشالله که افغانستان رو بودم در خدمت. دست در نکنه انشالله بس شو دینگ نیست خاموش زندگی. آره آقای جان. اکیم مادر امید میگم که ما امتحانایمون رقم از مویسته استفانه نه اون میگم بیا در چیز در هرات بیا میگم ما اقامت خوب نزدیک استخانه میگرون. آره بسیار میدم او از دولت افغانستان دولت چی؟ او در ایرانم. نه فعلا ایران از کدام ولایت افغانستان است اهل افغانستان. به نظرم از مردمان که ما زیاد دقیق او جایش سوال ندم. خب خیر جان زیر باشه. نره آقای جان. خب دوستای عزیز تشکر که تا آخر برنامه با ما همراه بودید. دیگه خدا کنه که کانال خاطراغیم را حمایت کنید دست را بگیرید انشالله با کمک شما عزیزان نیاز داره خاطراغیم یعنی در دفعه قبلی که امید در دو کانال دیگهش که میرقه با مشکل سر خورده حمایت میکنید باز هم این دفعه کانالش حمایت کنید انگیزه بدید دیگه کوشش منه که خاطراغیم هم کوشش منه انشالله که بلدش بهترین ویدیوها رو جور کنه از لحاظ آشپزی کنه که مثلا بلاگ روزمره ای چیزا دوستایی که از هرات دوره خاطرات از هرات میتونه خاطرات تازه کنه دیگه هر جایی که چکر رفت خاطرات هم بلدش ویدیو جورنه دیگه کم کم حاجاش دادزی کنید دیگه مو دیگه شما را دفتر پاک میسپاریم انشالله که موفق باشید در هر جایی که هستید نوبت هم دیگه خاطرات ما کدام چیزی گفتنید را یا خداحافظی را دیگه خاطرات این بود از برنامه امروزی ما. البته اولین برنامه خدا کنه که شما دوستان ما را حمایت کنید و تشکر از طاهر خواهر از ما که طریقا همکاری کرد. دست درد نکنه آقای جان. تشکر. خواهش نمیخواد آقای ما کاری که دستم بر باید همیشه در خدمت هستم دیگه از من خواستی دام کمکی در کار داشتی ما از دستم بر باید ویغ ننوستم اگر مثلا بخواید تصویری زنگی بلدی بیننده رقم بگوین چیزی مثلا چیزی معلوماتی مثلا روی هر چی باید توش ریاد دیشتر شدیم اگر معلومات داشتم بهتونیم قمرای قصه کنم همی رقم تا بیننده یا زی که بس زی اطلاع ندارم میتونه با خبر شونم دیگه بهترین ویدیوها رو کوشش کنی بلدیش مجزه بسازی تشکر. تا این برنامه رو همراهی کردید دیگه خدا حافظ کنید. با نگهدار. خدا حافظ طاهر خواهر جان. خداحافظ دیگه خاطر آقای جان دیگه مادر خاطر سلام زیاد بودی دیگه روز که دیگه کش انشالله موفق باشی دیگه انشالله با موفقیتی بیشتر دیگه انشالله خبر خوش بردیم بیرین دفعه تشکر آقای جان. خدا که دستا. خدا حافظ. خدا حافظ. باید